میخوام چند تا نکته کلیدی بگم که جوجه کباب ترشتون رو به سبک رستوران یاس کردان درست کنید. حلوا: اول رونای مرغ رو خورد میکنیم. رونا رو خورد کردیم، مزه دارش میکنیم. پیاز رو میزنیم، فلفل قرمز، فلفل سیاه، نمک، پودر سیر، تخم گشنیز، نعنا خشک. پیاز و ادویه رو با هم دیگه ماساژ میدیم. آب لیمو، اینم آب انار. تو چاق، اوجی یا خالباش میتونید اینا رو هم بهش اضافه کنید. اینم از گردو. به انار شیرین، ملس یا ترش اضافه میکنیم. جان، من رو به انار ترش استفاده کردم. حالا مشتی زیر رو میکنیم همه رو با هم. در آخر روغن رو بهش اضافه میکنیم. شما چه مواد دیگه ای تو شهر خودتون اضافه میکنید به جوجه مازنی یا جوجه ترشتون؟ استراحت میدیم، به سیخ میکشیم، کباب میکنیم، بعد نوش جام میکنیم. اونم با دست. جوجه که پخت، یه مقدار بهش رب انار میزنیم یا سس انار. توی کپشنم توضیح میدم. حالا گردو، سبزیجات معطر، دونه انار، روغن گردو. اینم از جوجهمون. وای بر من. بسم الله.